سلام بچه های گل. امروز اومدیم با بازی GTA. امروز آخرین خلابکاری فرانکلین کلینگتونه. باید دیگه کار خوب میکنه. امروز میخواد آخرین خلابکاری چه بکنه، بعدش میره به کانال یوتیوب خودش بزنه با امرای جیمی کچل به درد نخور. اگه تو خونه باشه حالا بریم که رفتیم. آخرین خلافمون چجوری بریم دیگه. باشو از ماشین بزن بیرون. سوپر جمپ حتی بریم سوپر جمپ فده بودم فکر کنم، ولی سوپر جمپ هم یه کار خوبیه. برو که رفتیم بچه ها. امروز قرار به درد نخور منو زد بزرگترین خلافکار لس آنجلس. بعدها خونه یه تره میزنیم دور کسافت. میزنیم بغل اینجوری میکنیم. به درد نخور اومده. نه بابا این منو کشت که. بچه ها از بیمارستان سر در آوردم. ما جیمی یه حرفی بزنم. سلام داست فرانکلین. یعنی من فرانکلین میخوام میخوای یوتیوبر بشی؟ بله میخوام یوتیوبر بشم. بچه دوباره بریم. اون گفت باشه. حالا بریم. اولین کار میخوام وسوسه کنم یوتیوب را. بریم که رفتیم. که ماشین به درد نخور مثل 286 نه که ماشین ها برداریم. اولین ویدیوم را میخوام توی یوتیوب پخش میکنم. بریم که رفتیم. چیکار کنم که ما رفتیم. ویدیو چیکار میسه تکه چیکه فساسه. یادش بخیر بچگیم، یادش بخیر دوستیم. دوربین رو بذارم اینجا. بچه دوربین رو گذاشتم. سلام بچه های در دیوز. امروز اومدیم با ماشین آتیش زدن تو افریقا. بچه ها اول یه کار مهم، اول همیشه باید این رمپا یادتون باشه وگرنه دیوونه میشین. بریم اولین ویدیوم را تو یوتیوب بذاریم. فرانکلین کلینگتون. اولین ویدیوم را میذارم تو. بریم که رفتیم. مای پلیس اومدن. بریم. بچه ها پلیس انقدر مهم نیستن. جمعی زنگ بزنم. سلام اما فرانکلین. جیمی کارم کردم. باشه قرب کرده نگاه کنم چقدر چی میداری.
گفت امین الان کاراکتر نشون میده. بچه ها خدا پیز. میخوای پارت 2 این ویدیو رو بذارم. درود بر شما. ویدیو رو لایک کنین. خدا پیز.